بوس میخوای به خودم نمیگی؟ جان چرا ماچ میخوای به خودم نمیگی؟ چرا اس ام اس میدی؟ ببخشید ما این کارا اصلا دوست ندارم، دارم به گوشی استفاده. دورت بگردم من، مگه ما با هم تعارف داریم؟ مشکل چی است؟ مشکل نداریم ما با هم دیگه. یه حرفا رو عمو جان من دوست ندارم. یه حرفا یعنی چی دوست ندارم؟ خب پس واسه چی اس ام اس دادی به من میگی ماچ میخوام، من بوس میخوام؟ شماره من کجا دارم؟ ببین یه حرفا رو به که بزن که دوست داشته باشه. من میگم وقتی بوس میخوای چرا به خودم نمیگی داداش؟ اس ام اس میدی. بیا خیلی راحت اونقدی وجود داشته باش به خودم بگو عزیزم بوس میخوام. منم نوکرتم. الهی قربونت برم، من این کارا دوست ندارم. یعنی چی کدوم کارا؟ دروغ نگو دیگه. دروغ چیه بابا؟ برو سم برو پای کارت برو. من دوست ندارم این حرفا رو. تو چی میگی تو؟ شما نوشتید. من دروغ نگو. اس ام اس دادی میگی بوس میخوام. من برای چی باید ساعت 7 صبح تو این گرما بزنم بیام جایی که هستی؟ برای من چی که اومد؟ من اینجا اومدم نشستم با گوشی استفاده میکنم. عزیز من میگم تو وقتی بوس